ریاکشن داریم به اسنک‌های تایلندی. بریم؟ بریم. بچه‌ها اگه این آخرین ویدیو بود حلالم کنید. اینم بگو که الان تقریبا 1 ماهه که مونده اینا. آره و احتمالاً این روشم فقط چیزی که میتونیم ببینیم اینه که خیلی تنده. خب چرا باید با معده خالی اولین چیز تند رو تست کنم؟ خیلی اطلاعاتی نداریم چون همه یا اول فحص. به این بوش هم تنده. فلفله بچه ها. خوشمند. اوه چقدر تنده. بده من امتحان کنم. تازه تندیش اومد. اینه. واه. برای من این چیزا تند نیست. تو تند خوری؟ آره. خیلی خوشمزه است. ولی خوشمزه بود خدای قبول داری؟ خیلی خوشمزه است. من فکر می‌کنم که این آخر ننوشته به انگلیسی که چه چیزیه در واقع. آقا تو برو اونور. این خوشمزه است. وای خیلی سنده. مهتاب هنوز فوشا رو شروع نکردم. چقدر خوشمزه است. دروغ گفتم. اینا هم تنده. خب داخلش رو نشون بدیم چی هست. بابا چقدر تنده. میل کنید شما لطفا. یه مزه چیه دیگه تند و شیرین داره. آره. آتیشی که روش هست چرا وقتی میشینه تو دهنه تازه تندیه تندیش زیاد اینجوریه میاد؟ دیگه اولش نمیفهمیم بعد نرفت. خیلی ملو بود. دوستش داشتم. انگار ولی خوشمزه تر بود. مثلا یه چیز تند یهو میاد بوست میکنه میره. یه همچین حالتی. دوستش داشتم. آره خیلی خوشمزه بود. و میخوایم بخوریمش. خدا این چیه؟ ماهیه دیگه احتمالاً. What the fuck. وای یه غذای ماهی میده. بو ان میاد. ان میده. خوراکی هست غذا گربه مربه نمیشه. Rest in peace امیر. مزه ان میده. نه خوشمزه است. واه. ما اینا رو ما این چه گوهی آها. نه قشنگ. نه قشنگ. تو هم زیاد. بگیری قشنگ. بچه ها تستش بوی شیرینه. چیز میده. بازار ماهی فروشای رشت میاد. آره وقتی بویم با شیرینه. آره. بدمزه نیست. نه خوشمزه است ولی یه طعمی داره حس میکنی؟ دلت نخواد. وای قورتش بده. خیلی حال بهم زنه بیشتر باختش اذیت. این بعدی این چه کثافتی بود من خوردم. وای چرا بازم خوردی آخه ازش؟ خیلی حالت بد شد. نه اونو شما میل کن. وای میریم یه کثافت دیگه که اصلا نمیدونیم چیه رو امتحان چقدر کنیم. کثافت داریم. وای این فکر کنم بد سمیه بچه. انگار قبلی ها مثلا خیلی سم خوبی بود. شما اوه میکنم وای اینم مثل قبلی. اینم قبلیه بدتره بوش به نظر من. بکن. کاش میشد دورم به تصویر بیارم. وای بعد من با معده خالی دارم اینا رو میخورم. بذار این قشنگ براتون توصیف کنم که چه بویی میاد. فکر کنید که الان توی رشت هوا خیلی گرمه و همه ماهی ها فاسد شده. یه عفونت میده. روش بهتون بگم. چرا کلش خوردی خب؟ واقعا این چرا کلش خوردم؟
خدای خوشمزه است. دروغ داری میگی من اذیت نه کنم. قیافه همه قیافه تو غلط اندازه. یه همچین چیزیه. بده من. چه جویده نمیشه. آره سفته.